ادامه. سردرگمی‌های عاطفی. 14 سالم بود که شبیه بدون برنامه خاص و مکان معین درست 1 ماه بعد از وفات مادرم یک بار از خانه فرار کردم. نمیدونم این خیال از کجا در ذهنم ظهور کرد. از لحظه‌ای که جان مادرم از تنش به در رفت و فیغان خواهرم به آسمان پیچید، یا از روزهای بعدی که بامدادش با ناله‌های جانخراش خواهر بزرگم و گریه‌های بی‌پایان بچه مریضش آغاز می‌شد و شامش با دسترخوان نیمه خالی ما به پایان می‌رسید. مادرم 1 سال پس از مرگ پدرم از سرطان مغز درگذشت. سینه‌اش هنوز به 50 نرسیده بود. دور و دراز جان داد، آنقدر که قلبم از فیغان او به درد می آمد و به دالان بیمارستان پناه می بردم. هوای راهرو با قطعهای پر از مریضان پای در لب گور که بستگانشان نیز دیگر کمتر به سراغشان می آمدند بوی مرگ داشت. راهرو را عبور می کردم و نگاهم را از چشمان آن بیماران که چون 2 کاسه مرداب در حلق سرشان می درخشید می گذراندم. پزشکان گاهی اوقات به مادر من سر می زدند، اما نه برای درمان، می خواستند بدانند که بیمار هنوز هم زنده است یا نه. دردش را تنها مواد افیونی رفع می کرد. ما برای داروی گران ارزش پول نداشتیم. با عذاب مرد بیچاره مادرم. وقتی جان از بدنش می رفت در پهلویش بودم. هزیان می گفت، با پدرم حرف می زد. از او می خواست که امروز سر کار نرود، در خانه بماند. احتمال روزگار گذشته پیش نظرش می آمد، یا شاید تنها جسمش اینجا بود و روحش کیها در آن دنیا به دیدار پدرم رسید. وقتی نبض متزلزل او در دستگاه نظارت قلب به یک خط باریک تبدیل شد، شبیه آدمی که ناگهان از حیرت ترسالود شاکی می شود، آه گفت و نگاه چشمان بزرگ شدهش در سقف اتاق بیمارستان در ماند. نفهمیدم چی شد، فقط دیدم که پرستار به هیچ حرف دستگاه را خاموش کرد، به صورت مادرم پنجه زد و ملافه کهنه را که از فرسودگی خاکستری و پر از شکاف بود بر رویش کشید. من مات و محبود شدم و تنها زمانی به خود آمدم که خواهر بزرگم غش کرد و به زمین افتید. سالی که من از خانه فرار کردم، خواهر بزرگم 20 ساله بود و 2 خواهر کوچکم، یکی 8 و دیگری 10 ساله. خواهر بزرگم بر وقت ازدواج کرد و 3 ماه قبل از مرگ مادرم با یک طفل معیوب مادرزاد از زایشگاه به خانه برگشت. شوهرش او را و آن کودک معلول را نپذیرفت و در تولدخانه طلاقش داد. ازدواج او زیاد طول نکشید، احتمال 1 سال یا 1.5 سال. گویا دیروز بود که او را با پیراهن از حریر سفید، تاج مجلل شاهانه و چشمانی که از خوشبختی برق میزند به خانه شوهرش فرستادیم. اما زنی که پس از 1 سال با یک کودک معلول به خانه ما برگشت، به خواهر خوشحال و خوشبخت من که به سرمه و سفیده و شال و کلاه به کوچه نمی برآمد شباهت نداشت. زنی بود پرشکسته با چهره زعفرانی، مویهای پریشان و چشمان محزون که سرمه ماه‌ها بر در آنها حلقه نزده است. اکنون بار 3 نورس و یک کودک معیوب روی شانه های خمیده خواهرم افتاده بود که نه جای کار داشت و نه پول و مال. ما بچه ها از پدر و مادر مالی را با میراث نبردیم. پدرم مرد عائله دوستدار نبود. معاش کارگری مادرم تا آخر ماه به زور می رسید. خواهر بیچارم نمیدانست کدام دردش را بنالد. مرگ مادرم را، شکم نیمسری 3 کودک را و یا نامردی همسرش را که او را در سخت‌ترین مرحله زندگی تنها گذاشت. شامی که من فرار کردم، او نانهای خشک از خدایی‌های مادرم باقی مانده را با پیاز و گوجه تف داده نان پلو آماده کرد. من لب به غذا نبردم. چرا نمیخوری؟ خوشت نآمد؟ او با چشمانی از غصه فرو رفته از زیر تیغ ابروان سیاهش با غضب به من نگاه کرد. از ترس لقمه بزرگ را عجولانه به دهان گذاشتم. درک میکردم که علم دارد و میخواهد دلش را سر کدام از ما خالی کند. بخور، توان من تنها به همین غذای ساده میرسد.
او تیکه دهانش را در لب دسترخوان گذاشت و مویکشان به خانه دیگر گذشت. من طعم بدبختی و ناعلاجی را بار اول از گریه های خواهرم چشیدم و احساس کردم که دیگر در این چهار دیوار نمی گنجم. دو خواهر کوچکم که به بدبختی ما درست صرفم نمی رفتند، نانهای خشک و تر را با اشتها می خاییدند و از زیر ابرو به یکدیگر لبخند می زدند. آهسته به بالکن برآمدم و نانی را که از ترس خواهرم به دهان گذاشته بودم به پایین انداختم. وسوسه فرار وجودم را به لرزه می آورد. شب غیرعادی بود آن شب. شب کسوف ماه که خبرش چند روز باز حرف سر زبان مردم بود. شبی که می گفتند ماه و زمین و خورشید در یک خط مساوی قرار می گیرند و چهره ماه از نور خورشید بزرگ و ارغوانی می شود. برای فرار شب خوب نبود. سیل تماشابینان کنجکاو به کوچه ریخته چشم به سوی آسمان داشت. «Что, Фарход, вышел лицезреть на багровую луну?» از صدای ایگنات استپانویچ که تلسکوپی بزرگ را در گوشه بالکنش وصل میکرد یک قد پریدم. خیالم که میگفت «Что, Фарход, решил убежать?» دود سیگاری گوشه لبش چشمانم را میسوزاند، ولی قلاب میکشید و سیمها را استادانه به پایه بالکن میبست. ایگنات استپانویچ قبل از بازنشستگی در کدام پژوهشگاه کار میکرد و این دستگاه را از همان درگاه به میراث گرفته بود. از تنقیسی بسیار جهاز خانه‌اش را فروخت، اما تلسکوپ را همچون گوهرک چشم احتیاط میکرد. انسانی دوست داشتنی بود. من با او محبت داشتم. در کودکیم گوهرم را جنبانده است. فرزند نداشت و پس از مرگ همسرش تنها ماند و با خانواده ما قرین شد. نخواست به وطن بابایش برگردد. و مادرم که اکنون پاره نان را با او در میان میگذاشت میگفت وقتی مردم مرا در پهلوی همسرم به خاک سپارید. دنیا رو بین که ایگنات استپانویچ زنده، ولی مادر من زیر خیروار خاک خوابیده است. من از پدر به دنیا آمدم که به گفته مادر بزرگم برای مادرم یک شوی شریکی بود. گاه و روزها با ما سپری میکرد و بعد ماها ناپدید میشد. من و دو خواهر کوچکم فرزندان ناخواسته بودیم. من به طور تصادفی و با لطف پزشک سختگیر به دنیا آمدم که نمیخواست جنین 4 ماهه را سقط کند و مادرم را با عربده از بیمارستان بیرون انداخت. دو خواهر کوچکم علیرغم تلاش‌های مادرم که مشت دارو میخورد و ساعتها در حمام گرم مینشست، جانسرک به رحم او چسبیدند و سرانجام زنده به دنیا آمدند. این را باری از مادر بزرگم شنیدم که حین دعوا به مادرم طعنه میزد و میگفت یک خانه کودک توکلی و تصادفی را از مرد به دنیا آورده که نمیخواهد به فرزندانش پدری کند. مادرم میخواست اعتراض کند، اما مادر بزرگم 5 پنجه خود را یک به کف دستش خواباند و مادرم را با دلیل و برهان محبوب ساخت. 8 ساله بودم که این حرفها را شنیدم. شاید آن زمان ذهن کوچک من قادر به درک پوره این داستان غم‌انگیز نبود، اما از روزی که به اصطلاح خود را شناختم، گاه آن حرفهای مادر بزرگم در گوشم صدا می دهند و عقده کمبینیم را بالا می برد. مادر بزرگم دامادش را دوست نمی داشت. یک ذره هم با او احترام نمی گذاشت. اگر تصادفاً با پدرم روبرو شود، ابرو در هم می کشید و پشت بر او می کرد. پدرم دزدانه می آمد و دزدانه می رفت. یاد ندارم که بیرون از این خانه بار هم با او قدم زده باشم. شبیه بچه هایی که محبت پدری را به سری نمی بینند، به پدریم را با دلبستگی به ایگنات استپانویچ جبران می کردم. او سر مرا دلسوزانه نوازش می کرد و می گفت «Жизнь сложная штука, Фарход. Вырастешь, все поймешь». کلامش را درست نمی فهمیدم، اما چشمانش غیر اختیار پر از اشک می شد. «Заходи, чай попьем, заодно посмотришь на багровую луну». او در بالکن سفره باز کرده برای یک شب بیداری آمادگی می گرفت. В другой раз, дядя Игнат. با گذشت ایام بارها از خود سوال کردم که اگر آن شب پیشنهاد ایگنات استپانویچ را میپذیرفتم و گرفتن ماه را تماشا میکردم، سرنوشتم چگونه میشد؟ در بالکن خیلی توقف کردم تا که خواهرانم سر به بالین گذاشتند.
این خانه که در گذشته صدای موسیقی در آن تا نیمه شب خاموش نمیشد، اکنون یک هوای خواب‌آور داشت و پلک‌های ما را زود به هم می آورد. بعد مرگ مادرم، خواهرم پتوی را بر روی تلویزیون کشید و سیم رادیو را از برق بیرون آورد. انگار می‌خواست هر شکافی را که از آن صدای خوشحالی بیرون می شود گچ بزند. در بالکن را که به طرف مهمانخانه باز میشد آهسته بستم تا کسی بیدار نشود. خواهران کوچکم دست به گردن هم در خواب ناز بودند. از حجره دیگر صدای نالش خرخیر کودک نوزاد خواهر بزرگم به گوش می رسید. خیالم او بدبخترین طفل روی دنیا بود. یک شیمو 2 کورته و نیم پاره نان را در بارخالته ورزشی گذاشتم و از کیسه چرمین که مادرم در آن سندهای مهم را نگاه می داشت شهادتنامه تولدم را برداشتم. مقدمات فرار را آنقدر استادانه انجام می دادم که گویی یا بارها فرار کردم. پول نداشتم، به پول به کجا بروم؟ پس از دودلگی زیاد بالاخره کاری را کردم که تمام عمر از آن خجالت میکشم. از جیب خواهر بزرگم یگانه اسکناس $100 را برداشتم که کدام دوست مادرم روز جنازه به او داده بود و خواهرم این پول را برای یک روز بارانی نگاه می داشت. نه آن زمان و نه حالا توجیه منطقی آن فرار نیمه شبی را پیدا نکردم. آن لحظه میخواستم از این غمخانه، از این کوچکی باشندگانش به ما 4 یتیم کول با تأسف نگاه میکردند، از این شهر که به وجود مادرم دیگر رنگ و بوی نداشت و از این سرزمین دورتر بگریزم، جای بروم که کسی دیگر سراغم نکند. چگونه توانستم خواهران مظلومم را با این همه مشکلات تنها گذارم؟ خانه ما به ایستگاه راه آهن نزدیک است. از خردی با صوت قطار و ضربات یک نواخت چرخهای آهنین بزرگ شدم. غوی راهبند شلاگباوم در نزدیکی خانه ما قرار داشت و قطار هنگام نزدیک شدن به غو هشتک جانکاهی میکشید و رهگذرهای بدقت را از سر راهش دور میکرد. چرخهای سنگین قطار به راه آهن بر میخورد و دیوارهای خانه و قندیلها را به لرزه می آورد. حتی میدانستم که در یک شبانه روز چند قطار از این ایستگاه رد می شود. من آن زمان تنها یک تماشابین بودم، اما اکنون سرنوشتم با این مکان گره می خورد. صحن ایستگاه راه آهن لبریز آدم بود و تعدادی بار و بارخلطه ها از آدمان بیشتر. گویا همه مردم شهر به همین ایستگاه ریخته بود. مسافرانی که از قبل بلیط داشتند با چهره های باز و لبان پرخنده در گوشه های آرام سیگار دود می دادند و با یکدیگر چق چق می کردند. اما آنهایی که مانند من یک بار عازم سفر شدند به جامدان و خلطه های پربار سر راه پیشپا خورده سوی دفتر فروش بلیط ها می شتافتند. من مثل بچه‌ای که در کوچه ناشناس گم شده است حیران و مضطر و به هدف سر و بر ایستگاه را چین می کردم. ناگاه گفتگوی 2 نفر به گوشم رسید که یکی بلیط داشت و به دیگر مشورت می داد که اگر به فلان راه بلد پول بدهد به قطار راه می یابد. من از خورده زرنگ بودم. این را ایگنات استپانویچ همیشه در رویم می گفت. او اهل دروغ نبود. در پهلوی مرد بی بلیط من شدم و به خود گفتم اگر او به جستجوی آن راه بلد برود دنبالگیرش میکنم. نهایت آن مرد از جای تکان خورد و من هم به دنبالش رفتم. در داخل بینای ایستگاه به مراتب به کسی زنگ زد. نهایت در آن طرف گوشی را برداشتند و او اکای صلاح الدین، ما اینام اکای سمر شما دا زنگ میزنم گفت. مردی قامت بلندی حدوداً 35 ساله که گونه‌های از لاغری فرو رفتش 2 چاله عمیق را در صورتش ایجاد میکرد، دندان خلال در کنج لب از در پهلوی دفتر بلیط فروشی بیرون آمد و در جستجوی آدم یکی سمر به 4 طرف چشم دوخت. با مردی که من به دنبالش بودم در گوشه کم آدم تالار صحبت کرد و بعد چند به هم دست دادند و جدا شدند. من دیگر به دنبال آن مرد نرفتم. به نزد دری رفتم که راهبلد قامت بلند به آن وارد شد. نمیدانم به چه امید پشتی در ایستادم. من آخرین کارها را بلد نبودم. به جرأتانه انگشت به در زدم. زن در را باز کرد که لباس پلیس پوشیده بود و از فربهی در آن لباس به زور می گنجید. موی زرد لاک زده‌اش شبیه موی عروسک‌های فرنگی می درخشید و با چهره آسیایی‌اش
هیچ خیشیگری نداشت. چی میخوای پسر؟ پرسید او آمیرانه. با اکای صلاح‌الدین کار دارم. صلاح برو، باز یک کلینت آمد، گفت آن زن با خنده و دندانهای طلایی‌اش در روشنایی چراغ برق زدند. صلاح‌الدین از دیدن من حیران نشد. دندان خلال کنج لبش را گاه به چپ و گاه به راست تاب داده سؤال‌آمیز به من چشم دوخت. فرصت ندادم که چیزی بپرسد. در حال خود را آدم یکی سمر معرفی کردم. گفتم میخواهم به مسکو بروم. بلیط ندارم اما پول دارم. چقدر پول داری؟ اسکناس $100 را از جیب بیرون آوردم. او هراسان به هر طرف نگاه کرد و با اشاره سر امر داد که پول را به جایش گذارم. پاسپورت داری؟ شهادتنامه دارم. مسکو پیش کی می روی؟ ناگهان یک دروغ شاخدار از دهانم برآمد که خودم را نیز حیران کرد. شاید مغز انسان تحت فشار روانی خلاقیت بیشتر ظاهر می کند. به نزد پدرم می روم، در مسکو کار می کند. صلاح‌الدین ناباورانه به من نگاه کرد. باز از خانه نگریخته باشه که سر مرا در بلا مانی. احساس کردم که اگر حالا هوشمندی نشان ندهم معاملات رو به سقوط می آورد. با جرأت راست به چشمانش نگاه کردم. باور نکنید از اکای سمر پرسید. صلاح‌الدین ظاهراً به حرف من باور کرد. در همین اطراف گشتم بگیر، قطار که آمد بعد مصلحت میکنیم، گفت او که دیگر به من نگاه نمیکرد و گویا خود به خود حرف میزد. قطار بوغزنان ساعت 5 سحر به ایستگاه رسید و محشر بپا شد. مسافرانی که ساعتها بی‌صبرانه به سمت راه آهن کله میکشیدند هنوز قطار توقف نکرده جامدان و بارخلطه ها در پشت و در دست به طرف وگان ها دویدند. کسی به کسی رحم نمیکرد، حتی به کودکان که از ترس چراس میزدند. با این حال امیدی رسیدم به مسکو که بعد گفتگو با صلاح‌الدین واقعی مینمود زیر پای این توده به سر و بر له میشد. ای مردم، شما چه خیلی انسانید؟ همه در قطار جای میشوید، کمتر مدنیت داشته باشید؟ راه بلدی زن سرش را از در نیمه بازی قطار بیرون آورده مسافران را به افاقت دعوت میکرد، اما جرأت نداشت از وگان پیاده شود. این دم چند کارمندان راه آهن و 2-3 پلیس که یکی آنها همان زن دندان طلا بود شبیه سرلشکرهای جنگی به میدان درآمدند و جمعیت زود پراکنده شد. تأثیر معجزه‌وار هشتک پلیس را بار اول در همان ایستگاه احساس کردم. خلاص همه گویا در وگانها جابجا شد. در صحن ایستگاه من ماندم و چند نفر دیگر که پس از بدرقه مسافران عزم بازگشت داشتند. ای بچه، تو مسکو رفتنی نبودی؟ صلاح‌الدین از آستینم کشید و به سوی در بازی قطار که هیچ نگهبانی نداشت اشاره کرد. من با یک جهش خود را به وگان گرفتم. قطار بوق زد و از جای تکان خورد. از هیجان و ترس یک آینده نامعین خیال کردم قلبم از سینه بیرون می جهد. به خدا مثل یک خواب و خیال بود. قطار 1-2 دفعه اوف کشید و سرعتش را بیشتر کرد. از ذهنم گذشت که احتمال خانه تنگ ما دوباره لرزید و خواهرانم را از خواب بیدار کرد. خدایا، چرا من آنها را اینقدر آسان رها کردم؟ صلاح‌الدین مرا در راهروی وگان گذاشت و از پی جابجا کردن مسافران رفت. قطار از کناره‌های پایتخت از پهلوی کلبه‌های فقیرانه عبور می‌کرد که مثلشان را حتی در دهه ندیده بودم. کودکان این محله گویا اهالی دنیای دیگر بودند. آنها با دامن‌های پر از سنگ برابر قطار می‌دویدند و به پنجره‌ها سنگ می‌انداختند. سنگ به بزرگی یک مشت به پهلوی پنجره برخورد و گشته به سمت مهاجمان برگشت. پسرم، از پیش پنجره دور شو، با سنگ به سرت نخورد. این وحشی‌ها چند نفر را قریب کشته بودند، گفت یک مرد سالمند که در دست آفتابه و در کتف جامه کوتاه بی استر از پهلوی من رد می‌شد. احتمال از تشناب می آمد که دمپایه های ترش در پلاس نیمداشت وگان نقش پا می کشیدند. سوار شدن به وگان آخری کار نبوده است. دعوا و حقارت و کشتلکشی در داخل وگان نیز اوج داشت. خزینه‌داران راه آهن بلیت یک تخت خواب را به 3 نفر فروخته مسافران را به جان هم انداختند. صلاح‌الدین در این بین مثل شعبده‌باز ماهر آنها را گول میزد و قول میداد که 10 مسافر در ازبکستان از قطار پیاده میشوند و بعد همه جای مییابند.
او دعوای یک وگان را حل و فصل نکرده داد و فریاد از وگان‌های دیگر بلند می‌شد. بیچاره حال داشت. بعد اندک آرام گرفتن مسافران، صلاح‌الدین عرق سر و رویش را با دستمال پاک کنان به راهرو برآمد و نگاهش به من افتاد. تو بچه به من پول داده بودی؟ گفت او در حالی که دهانش از پرحرفی خشک شده زبانش در کامش میچسبید و صدا نمی برآورد. نه اکا ندادم، گفتم و $100 را به کفش گذاشتم. او دزدانه به چپ و راست نگاه کرد و پول را به جیب زد و با من بیا گفت. مرا با خود به حجره برد که 4 جای خواب داشت و دستی کم 10 مسافر. آنها شبیه شده گنجشککان شاخ درخت با هم جفت نشسته بودند و پایهای مسافران تختهای بالایی به سر پایانی ها می رسید. سقوطشان طوری بود که گویا لحظه پیش به هم در افتاده خشم خود را فرو نشاندند. خاموشی را تنها استکانهای روی میز نزد پنجره خلالدار میکرد که با ضرب چرخهای سنگین قطار گاه به راست و گاه به چپ غجیده جرنگ جرنگ صدا میبرآوردند. مردکای خوب، یک کاری ثواب کنید. همین بچه خویش ما رو تا گرانیتسا در یگان جای دهید. گرانیتسا را گذاشتیم، جایش را خودم پیدا میکنم، گفت صلاح‌الدین با التجا. مسافران از گستاخی راه بلد تعجب کردند. مردی بروتی کنار پنجره که سینش از دیگران بزرگتر بود اول یک نشخند زد و سپس با صدای بلند خندید. خندش انگار مصری بود که به دیگران نیز تأثیر کرد و موج خنده از تختهای پایین به بالا پهن شد. از دلم گذشت که اگر پنجره باز نمی بود احتمال این اتاق کوچک از خنده منفجر می شد. صلاح‌الدین احتمال چنین تمسخرهای دست جمعی را بسیار دیده بود که به زور خنده کرد و مرا به داخل تله داد و خودش با عجله از در بیرون رفت. خیلی گذشت تا آن خنده ناگهانی از لبان مسافران کنده شد و آنها یک یک به من نگاه کردند. بیا بچه، در پاگاه در نیست، گفت همان مردی بروتی که خدا شادی بیارد می گفت و اشکهای خنده آلودش را با گوشه دستمال گردنش پاک می کرد. چی نام داره یگید؟ فرهاد، گفتم به جرأتانه. بارکالله، هم نام پسر من بوده ای؟ صدایش آهنگ خوشحالی گرفت. احتمال در فاصله 2 ساعت از آغاز سفر دلش برای پسرش تنگ شده بود. بیا پیش خودم بشین. مسافران تخت پایانی باز هم جفستر شده برای من در پهلوی آن مرد یک جایی که کوچک ساختند. او سر مرا پدروار نوازش کرد. عجب دنیای خرد و کلان همه آواره. بچه جان، ما کو مجبوریم از بیکاری به روسیه رویم و برای خانواده هایمون پول در بیابیم. تو کجا روانه ای؟ چیزی نگفتم. این مرد ظاهرا انسان خوب می نمود. نخواستم با داستان پدر دروغین گوشش را پر کنم. پدر و مادرت کجایند؟ اگر تا حال با خاموشی جان خلاصی می کردم اکنون نمی توانستم لبانی از غصه کج شدم را جمع کنم. اشکهایم را با پشت دستم رفتم و بیچاره حالانه سرخم کردم. مردی بروتی فهمید که ناخواسته به تارهای دردناک قلب من ناخن زد. گریه نکن شری تقاش. بچه ها، من کمتر گوش نشدم. یک چای گرم بیارید، شما را با کلچه های ینگه تام پختگی ضیافت کنم. شنونده های عزیز، ادامه را در قسمت دیگر خواهید شنید.